دست نارس است. معلوم می شود که حالا هم در همان دیه است. طاقتم تاق شد رابیه. رفته پسرم را از آن دیه میارم. نه مصطفی، با آن دیه نرو. زلال تو را بیند زود میشناسد. اون زمان همش آشکار میشود. چندین سال گذشت رابیه، مرا نمیشناسد. آن زن فرزندش را به تو داد. او یک مادری جگر سوخته است. 30 سال نیست، 100 سال گذرد هم تو را میشناسد. مصطفی، چهره آدمی را که کودکش را برده است هرگز فراموش نمیکند. میترسم که در دل طاهر مهری در دیه زیستن پیدا شود. وقتی او را گرفتن اما خردکک بود. خواطر نشو، نه آن دیه را و نه مادرش را به یاد آورده نمیتواند. تلاش کردیم که به یاد نآورد. یکی عکسی به زلال فرستادم، آن را بیند چی همه چیز آشکار می شود. طاهر اون عکس رو چخیل میبیند. یکی بیند چی؟ زنک چرا تو اون عکس را فرستادی؟ عقل چی می شود؟ مادر است گفتم، حق دارد گفتم. از کجا میدونستم که این خیل میشود؟ برفی دخترم، برفی اینجا نشینید. خواهی زیلو دختر جان، خودتون رو به دست گیرید. خواهی زیلو دلو زودتر دورو کس که دیگنده لازم. آروم شوید خانم، من تنها با من نراز. حیاتی دخترم را چزاندی، از حقدارها نجات یافته بود. در بیماری سرایتی آمده است گفته و را به دست حقدارها تسلیم کردی. آروم شوید، من تنها کمک کردم. کمکت لازم نیست. السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. و علیکم السلام. برفین را یافته آوردیم بابا ابراهیم. میدانم. از که یافته مجبور دختر را به دیه آورده. بله آوردیم، دستگیر کرده آوردیم. بابا اگر ممکن باشد در حال نکاح کنیم. این نکاح را من نمی کنم. سبب چرا شما نکاح نمی کنید؟ گویا که نمیدانی رافع. آخر در این نکاح رازگی برفی نیست. بابا زلال خونبها را داده نتوانست. در این وضعیت حق داریم برفین را گرفته بیاریم. رسم آیین همین است. رسم آیین خطا هم است. کار خطا حق نیست. آمین. شما خطا میکنید. رسم و آیین را پس دارید. فکر میکنید که غیر شما دیگر ملا نیست. فهمیده گیرید که این نکاح میشود. یاری دید در رو کشایید. یکو کس هست. یاری دید یکو کس هست. سردهید من را بکن همون را دمت رو گیر. یولمزم دیگر طاقت ندارم. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. چرا در اینجا همه جمع شده؟ کنی روید از اینجا. روید گفتم. اکنون چی می شود؟ حالا هم استاده اید. کنی دف شوید.
یک لحظه صبر کنید، آرام شوید. البته این کار رو به خوبی حل میکنیم. نکاح نمیکرده است. نکاح میکنیم. حالا میبینه. کاملا دمیر، لبای آقای رو گفته حامد را اجرا کن. دمیر و دههای همسایه رفته، داملا را گرفته بیار. اگر بابا ابراهیم هستند گفتن نباید چی؟ و او گوی که بابا ابراهیم در دهن نیستند، کی می آیند معلوم نیست. و نکاح کاری خیر است. خداوندم مرا ببخش. چه کار کرده استاده ای؟ برای تو توی کلان میدهم. میبینی خانم ها بر این زندگی میکنی. این ترس بیفایده است. خواطر نشد. و من یک پسر تولد کن، اردویم تنها همین. همه را به تو غلام میکنم. همسانی پدرم هستین. التجا میکنم از من دست کشید. زنی شما شده نمیتوانم. میتوانی. فهمیدی؟ همین که ملا آمد نکاح کرده میگیرم. نکاح نشده باید دخترم را از آن ظالمان نجات دهم. اما این مقدار پول را جمع کرده نمیتوانیم. تنها یک چاره مانده است. آرام، احتیاط باش. یگان خیلی دیوانگی نکن زلال. هم به تو و هم به دختر ضرر برسونم. چه کار کردن رافع حالا معلوم نیست. السلام علیکم. و علیکم السلام. بیا یشرف. همدهگان از وضعیت اپای زلال بسیار غمگین شدند. گفتند که به قدر امکان کمک میکنند. نکاح نشده پولی خونبها را جمع کردن لازم. یشرف، خدا از شما راضی باشد. اپای زلال بابا ابراهیم را اینجا گفتم. اینها عدیه کرچوه می باشند. و خیر است برادران. برای بردن شما اومدیم بابا ابراهیم. وضعیت بسیار وزین است، وگرنه خونی بسیار میریزد. در حال به کرچوه رفتنم لازم. میدانم اینجا را این خیلی پرتاته رفتن ناممکن است، اما میدانی زلال، یک سر کنن خون دهر بر این جاری می شود. یا شرط را تنها نمی گذارد. گفم را فراموش نکن. یگان دیوانگی نکن دخترم. پول جمع شود جمع می شود. جمع نشد جان دختر مهم است. خیر در امان خدا. سبب در اینجا جمع شدنمان را همه تا میدانید برادران. البته میدانیم. میدانیم که یشر، لیکن امسال خوش سالی است. در ده پول نیست، مردم پول ندارند. هر کس به قدر تواناییش دهد. از دستتان چیزی بیاد ثواب است. پدر جان در اونجا چی گپ؟ تو در اینجا چی میکوبی؟ این طرف گذر. تو در اینجا چی میکوبی؟ هیچ، خواستم ببینم چرا مردم جمع شده است؟ برای به زلال کمک کردن جمع شدن. خونبها جمع میکنن. همه‌اش رو جمع کردند. من از کجا میدانم قسمون؟ رو از اینجا. خب میرم. دو کار رو عوض کنم حسن؟ درد نمیکند. کشوده دیدن لازم. من میدونم که تو شیر بچه هستی و نمیترسی. مادری حسن به شما خوراک آوردن؟ نه خود. در دیه با دکتر بار اول خیلی مناسبت رو میبینم. بله. مردم آهسته به شما مهر بسته استادم. چونون گپ زدی که گویا من در اینجا دائمی میمانده باشم. همین که سرایت شدگان شفا یافتن من از اینجا میروم. به شهر میروید؟ همین خیل؟ البته. آخر من باید به خانه همون برگردم. در اینجا نمیمونید. این آدمان به شما احتیاج دارند. نه دیلو، در اینجا ماندن نمیخواهم. از من مرنج. با چنین مناسبتی آدمان یگان دکتر اینجا نمیستد. روی خط داروها رو خواستید. در روی میز است. تشکر دیلو.
دارو کم است لیکن به طبابت کودکان میرسد. این چیست؟ گوشت بیریون کردند. گوشت؟ چرا اونها مرا گوش نمیکنند دیلو؟ نخود یک مدت به گوشت و شیر زندگی کردن مشکل باشد. آخر در این خیل شرایط بیمار رو زیر نظارت گرفتن نمی شود. اگر آنها رو من نکنیم باز یکون فلاکت می شود. آش شود. تشکرم مکجان. ایستید. این گوشت ها رو تقسیم نکنید. و خیر است دکتر. چرا تقسیم نکنید؟ این گوشت ها رو تقسیم نکنید. چرا؟ بسیار صحت شد. یک گاو رو کشته خواستم با فقرا تقسیم کنم. شاید حیوان کشته‌تان بیمار باشد. نه دکتر، چه خیل بیمار. خواطر نشو، یگان چیز نمیشود. نمیفهمید. خوردن این گوشت برایتان خیلی خطرناک است. آقای طاهر، وضعیت وزنین است. الکی چند نفر چاروا کشته تقسیم کردند. با امکی حلیمت بر مالش. بیایید دکتر. زینهار این گوشت رو نخورید. چرا نخوریم؟ تقسیم هم نکنید. با کودکان هم ندهید. چرا دکتر؟ آخر کاری خیر کرده ایم. مردمی فقیر خرسند میشوند. حیوان کشته‌تان شاید بیمار بود. بیمار باشد چی میشود؟ حیوان را حرام نشده کشتند. از این رو گوشت را خورده ممکن است. هر کس میتواند سرایت یابد. چی گوشت را خورده یگان کس بیمار شده است دکتر؟ تو کاری خودت را کن. و ما یگان چیز نمیشود. این گوشت رو با کودکان نخورونید. خطرناک هستین. گوش نبکنن دکتر، گوش نبکنن. ده زیر خطر است آقای رئیس. دیهاتی ها این گوشت رو استعمال نکنند. شما رئیس هستید. من کردم میتوانید. کودک بر این گپ نزن دکتر. در اینجا همین خیل عادت است. اگر در یک خانه مار کشند و تمام دیهات تقسیم میکنند. همین خیل نیست دیلا؟ میدونم. دیدم. بسیار خوب که دیدی. میدونی چی؟ من در بدر گشت گوشم کنم و دیها عادت های نو نبیارید. روید از برای خدا. التماس دکتر رو گوش کنید. اما کشار باز بیماری به دیه پهن شده است. همه رو سرایت میکند. نه دیلا، نه خودتون رو نه من رو بیهوده گرنگ نکنید. این مردم رو فهمانده نمیشود. بیهوده خودتون رو آواره میکنید. از اون سر این به مردم تاثیر نمیکند. بیا سگی وفادارم، بیا و تو میدی هم. خور آش شود. احتیاط نیمی حیات. احوال همدهگان رو میدونید. همین قدر جمع کرده توانستیم. نمیدونم به دردتون دوام شده باشد. خدا از همه تان راضی باشد. انشالله برای خون به هم میرسد. انشالله. ها اگر یگان چیز لازم شود من در چایخانه ام. سلامت باشید شهر. همه کوشش هایم بی‌فایده نبودند. بیهوده کوشش میکنی برفی. از این زنجیرها خلاص یافته نمیتوانی. من حیوان نیستم. من را کشایم. نمیکشایم. تا راضی نشوی نمیکشایم. فهمیدی؟ کجا شدی دیلو؟ بابایت رو یافتی؟ همه جا رو گفتم. در راه با یشر بخوردم. بابایم به دیه همسایه رفت. که برمیگردند؟ آنجا دور است. آگاه برمیگردند. تنها بابایت آنها رو منع کرده میتواند. راست میگویید. لیکن حالا یک زن جوان به این بیماری گرفتار شده است. چرا بیمار رو نآوردی؟ آوردن خواستم اما گوش نکردم. باز به نزد همون زن طبیب بردند.
چی میخواهید؟ آقای دکتر بیمار رو دیدن میخوان. خالای مریم. بیند، بیمار آنجاست. دل به حضوری و تبلرزه دارد؟ دارد. حرارتش خیلی بلند و نقطه طبی بردن لازم است. لازم نیست، خاله مریم طبابت میکند. بله، داروهای تیار کردم را استعمال کند انشالله یگان چیز نمیماند. گوش کنید مریم خاله، شاید با وضع بیماری ها فایده کند، اما طبابت این بیماری تنها با واسطه داروهای طبی ممکن است. همسرتون گرفتاری بیماری خطرناک است، اگر طبابت نکنیم شاید بمیرد. دکتر راست میگوین سعید. بیا زنت رو به نقطه طبی بریم. لیکن دیلا، کودکی روزی گذشته برده اتان مرد، آیا همین خیل نیست؟ او رو دیر آوردند وگرنه نجات میدادیم. رو گفتم دکتر، ما خاله مریم کارشان را کنند. روی گوش کنید، این بیماری با گیاها طبابت نمیشود، میفهمید؟ رو از پس کارت دکتر؟ چرا فهمیدن نمیخوای سعید؟ تو همسرت رو از دست میدهی، دیگر علاج نداری، میدونی یا نه؟ کاردان نشو گفتم. رو بس رو. کنی زود رو. سعید، زنت مردنش ممکن است. خطا میکنی. بخیر است. شما در اینجا چی کار میکنید آقای دکتر؟ با دیدن بیمار آمدم. من دختری رئیس. نامم قزبون. خیلی خوب. شما به دیه ما همچون مهمان اومدید. امید دارم که اینجا زیاد میمونید. بیایید رفتیم آقای طاهر، یگان کار کردن نمیشه. حالت بیمار وزنین است، تا شب نمیستد. دیلو گپ رو گوش نمیکنند. دیده و دانسته اجازت نمیدهیم که بمیرد. ما چی کار کرده میتوانیم؟ چی شده از دیلو؟ هیچ. این به تو دخل ندارد خزبان. از تو هیچ چیز پوسیده نمیشود. دیلو با خود دارو گرفته ای؟ بله هست. لیکن دارو رو چی کار میکنید آقای طاهر؟ بیمار رو طبابت میکنیم. دیلو تو در نزد مریم خاله باش، با بهانه کمک دارو رو با گیاها آمیخته کن. سلام خالای زیلال. با فکرم شما مرا نشناختید. من زینب. شناختن هم نمیخواهم. تو هم از خونی آنها هستی. شما را چشمی دیدن ندارم. مردم اینجا حالو هم پیشتره برین. مادر جون، کجایی مرا نجات ده؟ التماس. نترس برفین، با تو خوراک آوردن. چیست دادای بریوان و دختر خوراک ده؟ خوراک نمیخواهم. زهر خور. بریوان هم زن من است. بین خود مراسو کنید، چون که از این پس تو هم زن من میشوی. نمیشوم. حاضر داملا گرفته میارند، فهمیدی؟ مزوری خوشبخت نمیشوی. شما یک آزار انصاف دارید یا نه؟ نه ندارم. زوجم میشوی برفین. برای من پسر تولد میکنی. از همه زنی دوست داشته هم میشوی. اکا با شما خبری نو. بخیر است. تمام مردم دیه برای کمک زلال پول جمع کرده است. چی گفتی؟ از که فهمیدی؟ خبر را از دختر رئیس گرفتم. بگذار جمع کنن. اگر زلال پول جمع کرده باشد چی؟ اگر خونبه ها را بیارن هم من دختر را نمیدهم. فهمیدی حامد؟ کوشش زلال بیهوده است.
دختر را نمیدهم. ملا در راه است. این نکاح البته می شود، دیگر راه ندارد. تو مرا فهمیدی؟ الا ملا هم آمد. خوش آمده دامل. دخترم جانم، پدر جان، شو آمدی های دخترم. کنی این یک با تو نگاه کنم. شو آمدی. مرا خوش آمدی نمیگوی دمک جان؟ خوش آمدی. خوش آمدی دمک جان، خوش آمدی. خدا است که خوش آمدی ینگه جان. خوش آمدی. کنی زودتر با درون درایه. چقدر شما رو یاد کردم. تنها تو نمیرسیدی. چرا آمد؟ نشد مته. دخترم رو از دستم گرفتم. نمیتونم چیکار کنم مته. به من راه نشوندی. آیلم پراکنده شد. خونم رو، شوهرم رو، درم رو، گلی خاندانم را از دستم را بودم. من اکنون چی کار کنم مته؟ چی کار کنم؟ بگوی. دیگر نمیتوانم. دعوا تمام میشد. دخترم را میگرفتم، بیسترم را میافتم. نشد. دخترم از دست رفت. براتم برین از دست رفت. دخترم مرا نجات ده مادر جان میگه. برفین رو گریزونم. راست میگوی میده. دیگر چاره ندارم. بغیر از گریزوندن دیگر چاره ندارم. دادرک شیرینه، خودت رو چه خیلی میکنیم؟ تشکر رفا جان، خوب هستم. قربانت شوم. خداوند تو رو حفظ کرده است. خدا از دختر راضی باشد. بله، صد شکر. اگر آقای طاهر نمی بود نمیدونم چی کار میکردیم. بعد این خیل جراحت زنده ماندنش در گمان بود. دادرکم، کنی باپت آب بیار. کنی بیار. اگر به کودک یگون چیز میشد آیا برداشت میکردید؟ رسم و آیین گفته است پس ظلم رفته ایستاده اید. این چندمین قربانی است. شما خطا کرده ایستاده اید. نه به خورد راه میکنید و نه به کلان. شما این را میفهمید؟ مان زینب، بس کن، زبانم را نخوران. تو آمدی باز میروی. 2 روزی در اینجا بودنت را با ما زهر نکن. نمیروم پدر، در اینجا میمونم. نمیروی؟ معلمیت چی میشود؟ چند سال خواندی؟ با من اجازه دادن که در مکتب اینجا درس دهم پدر. از این پس در این دیه معلمی میکنم. چی گفتی؟ در اینجا معلمی کرده؟ همه را به خودت مانند میکنی؟ امک ندهید مرا، اینجا جا
خواهش میکنم مانید مرا به خونه روی روم. نکن دخترم. برو کدرو. سر دهید خواهش میکنم سر دهید. در اینجا چی مقال؟ خوراک آوردم. آیا من نگفته بودم که در را کسی نگشاید؟ درست است. بول می شود پدر. دفع شوید از اینجا برای زود. نصف شوید غیر از من کسی اینجا ندراید. زینب دخترم رفتیم از اینجا. تو هم آرام است از حد نگذران. سر دهید وگرنه خودم را میکشم. زینب رفتیم از اینجا. کنی شما هم بیرون برایید. رفتیم برفین دختر خاله زلال نیست؟ بله زینب بله. برفین در این خونه چی میکوبد پدر؟ ما با او دعوای خون نداریم. بس چرا او در آغل زنجیر بند است؟ چرا پدر؟ تا وقت نکاح بعد میبینیم. دخترم از روی عرف و عادت ما حق داریم برفین را گیریم. با جای خون بها او را مالبرین گرفته نمیتوانید. پدر چرا شما به این کار راضی شدید؟ عرف و عادت همین است. مقابلت کردن ضرورت ندارد. همه گپ در سری همین است. چی کاری اختلاسی که باشد نامش را عرف گفته در پسش پنهان میشوید؟ این به شما نمیزیبد. از این دختر چی میخواهید؟ حامد دهان او را بند یا این که من خودم میبندم. زینب گپ نزن خاموشیست. گپ به تو نمانده است. فهمیدی؟ دلی در پسی در از در میخوابیزان. حاضر جانکم نیابم. حاضر کلید در اینجا نیست. در آنجاست مادر جان. درست در بینه. خالایزی چی؟ این منم. من زینب. دخترتان رو نجات دادن میخواهید؟ دخترم رو حیوان بریم بسته ماندند. تا کی در آخیل نگاه میدارم. آخر بعد از نگاه فرصت یابد خودش رو میکشد. خدا نگه دارد. این خیل نگوید. خالای زیلا رفتیم. آوردم مادر. بسیار خوب. ینگه حالا هم خواب نرفته اید؟
نه زینب، همین رو تمام کنی بعد خوب میکنی. خدا خوبی بر راحت دهد. به شما. و تو هم. باید در کیسهشون باشد. من میگریستم اما اگر به دست رفتم امکم با پدرم دشمن میشوند. میفهمید؟ نترسید خدای زلال، شما رو نمیکشند. روید روید. خلاص میکنم جونکم، خلاص میکنم جونم. زودتر مادر جون به دست نرفته. خودت جونکم. مادر در خانه من چی میکنی جلو؟ چطور میکنی در خانه من؟ خیلی برا سرده رافیه سرده افشا برا دخترم رو بودی برا میگویم برا مادر جانه برا میگویم برا از اینجا کنی برا حاضر زده میکنم خدا جزو داف شو از اینجا دیلال داف شو میگویم پخان ادرم زیراز داف شو از اینجا زنی بیا خدا گیری داف شوید از کسم کلید ها را دزدیده است. چی نگاه میکنید؟ داف شوید. این کار را همین خیلی نمیمانم.
خداوند مدد کن. میبینم که همتون با پو خسته. چی با خونه رفتن میخواهید؟ بله سیاد شده با خونه کار میرویم. خوب، اما یک جای میرویم. من شما رو برده میمانم. رفتیم. خوب شده است میرویم. کمی صبر کنید بچه ها. چی شد دیلو؟ از دیروز باز نمینمایی؟ در نزد خالای مریم بودن. بیماری وزنی بود، از برای جدا نشدن. دارو رو آمیخته کرده توانستی؟ بله، با گیاه آمیخته کرده دادم. شما رو به زن طبیب گنده کردم، با باوریش در اومدم. یاری دادن را اجازه داد. حالتی بیمار چخیل است؟ خوب است. از لرزش موند، حرارتش هم پس شده ایستاده. بیمار باید دارو رو استعمال کند. تو از نزد مریم خاله دور نرو. خوب آقای دکتر، چه خیلی که میخواهیم. با فکرم کودک ها صحت شدند. بله صحت شدند، اما حالا هم خوف پنشوی بیماری هست. خداوندا التجا میکنم مدد کن. برفینم رو در پناهت نگه دار. گمانم راست برآمد. آقای طاهر، چی شد دیلو؟ حالا هم در این جایی؟ وضعیت وزنی شده ایستاده است. کودک بسیاری بیمار شدند. جای تیار کن، بیماران رو میاریم. بیمارها به اینجا نمیآیند آقای دکتر. همه به نزد مریم خاله میروند. بعد از آن واقعه با اون دخترچه هیچ کس به ما باور نمیکنه. بلازم، چرا این رو فکر نکردم؟ اکنون چیکار میکنی؟ زود همه دارو رو جمع کن، زودتر. خوب شده است. خیر، نغز روید. انشالله یگان چیز نمیشود. روید. کنی دخترم تو اینجا بیا. وضعیتشون بسیار وزنین است. متاسفانه اگر کمک نکنیم مردنشان ممکن. چی کار میکنیم؟ بغیر دوام دادن همون بازی دیگر چرایی نداریم دیلا. ما باید بیماران رو نجات دهیم. انشالله به دست نمیافتیم. دیلا با دقت باش، در این وضعیت تنها تو به آنها کمک کردن میتوانی. دهاتی ها به نزد شما نمی آیند، اما اگر من بیمار می بودم به نزد شما می آمدم. کار درست میکردی. بسیار خوشی، لیکن دکتر خیلی کم گپ. کنی دخترم تو این را آمیخته کن میلش. کنی جانکم دهانت را کشا. کنی حاضر حرارت پست بشود، یگان چیزت نمیموند، حتی نغز میشوی. تو در اینجا چیکار میکنی قزبون؟ من به خاله مریم یوری میدیم. از تو پرسیدن دیلا؟ من هم یوری میدیم. شما رو ناراحت میکنم، اما بیماری زود پهن میشود. چه خیلی بیماری دکتر؟ بخیر است انشالله. هم آدمان هم حیوان ها عذاب نوشاکی سرایت یافتند. چی؟ عذاب نوشاکی؟ اکنون چی کار میکنیم؟ یک چند مدت آب رو بستن لازمه تا برطرف کردن خطر. دکتر تو چی ها گفته ایستاده ای؟ تو ما رو با مردم دشمن میگردانی؟
اگر آب رو نبندیم پیش راه بیماری رو گرفتن نمیتوانیم تماما. خب مایلش، من یگان علاجشو میابم. خوش آمده دام الله، خوش آمده. صفا ورد، صفا وردید. مرحمت مرحمت مرحمت. حامد، ای حامد، برا دام الله آمدن. خوش آمده دام الله، خوش آمده. خوش باش رافع. مرحمت مرحمت. خوش آمده دام الله. مرحمت. خوش باش. راضی نمیشم، میمورم، راضی نمیشم. کنی جونکم دهانت رو کشو. آفرین انا. کنی یک بارکی دیگر دهانت رو کشو. تو چیکار کردی دیلو؟ چیکار کردم؟ دارو پرتوفتی؟ چه میگویی قزبون؟ قسم به خدا دارو پرتوفتی، من دیدم. نکاح میکنم و مادامی که بابا ابراهیم نکاح نکردند گمان میکنم اینجا چه گپی هست. چی ها میگوید؟ بابا ابراهیم در دهن نیستند. بابا ابراهیم اینجا میشدن ما شما را تشویش نمیدادیم. خب اگر این خیل باشد عروس را آماده کنید، من نکاح میکنم. مایلش، من رفته او را بیارم. را بیار. برای آوردن برفین رفتن. پدر التماس این کارو نکنید، آخرین گناه هست. قسمت همین بوده زینب. نه نمیخواهم. از برای خدا رها کنید مرا. امکی حامد التماس میکنم کشید مرا، پرانید، لیکن به نکاحی امکی رافع مجبور نکنید. نمیخواهم. دیگر علاج نداری، مقابلت نکن. راگرد خاردار نکن زینب. اگر تو مرا سر نزد امام شرمنده کنی من تو را از هر دو پایت در آغل بسته تمامی عمر کنجا را میدیم. فهمیدی؟ خوب شده سنکی امید چیزه که خواهید میکنم. برفین قول میدی؟ اما دستانم را رها کنید، خواهش میکنم. مایدش نزدیک نشوید. میپرانم. چی ماه را پاتو باید خدا شکر بردین. خدا میپرانم. زینب نزدیک هرچند کردم مریم خولا رو فهمونده نتوانستم. از روی قزبون شده به دست افتادم. اکنون چی کار میکنیم؟ باید یگان کار کنیم. خدا خودش به ما مدد رسوند. آخر ما به زیر اونها هیچ کار کردن نمیتوانیم. در این خیل وضعیت پیشگیری کردن بیماری ناممکن است. آقای دکتر برفین چی شد؟ خودش رو پراند آقای دکتر. زود به اتاق جراحی، زودتر. بگویید او زنده میماند. التماس. یگان چیز گفتن مشکل است، جراحی میکنیم. با بیرون بروید. التماس با بیرون بروید. برفین
دختر اجازه دهید خالای زلال. دخترم جیگرم دخترم زنده است. شکر خدا که زنده است. دخترکم رو نجات دهید التجا میکنم. آخر میمیرد قربانت شوم. خواهد نشد خانم، کاری از دستم آمده را میکنم. التماس اجازه دهید. برای نفسی امکم دختر با مرگ دست بگیریبان است پدر. مگر این خیل شدنش رو میخواستیم. تو همش رو با چشمان دیدی. این یک فلاکت بود. ظالم ها کودکم را کشته، بسینم را کشته. ظالم ها از خونه نشده، خانم قاتل ها. پدر شما رو بید، من او را آروم میکنم. خدا شگبی خالای زلال بروید صحت میشود، با من باور کنید. خالای زلال به خود بیایید. خالای زلال جراحت رو تازه کردیم، فقط دوختنش موند. بله. آیا گروه خونش رو فهمیدی؟ بله، مگر حالا به خون احتیاج داریم؟ بله، خونی زیاد رفته است. اگر خون ندهیم بیمار از دست می رود. گروه خونش چندم است؟ گروه سه منفی. لیکن چخیل یافتنمون رو نمیدونم. زود نومید نشو. با گروه خونی من یک بوده است. خوب، در این شرایط خون رو چخیل میدهیم؟ چخیل؟ اسباب خونگذرانی نیست؟ و دخترم خونش را میدهد. خدا از او راضی باشد. انسانی خوب بوده است. خالای زلال با من نفرت دارید؟ نه دخترم، خودش کشتن خواست. تو گناه نداری. همش خوب میشود خانم. بغیر از جانم دیگر چیزی ندارم. خواهی او را به تو میدهم پسرم. گریه نکنید خالای زلال، دخترتون نجات یافت. اگر دخترتون رو دیدن خواهید رفت ببینید. بابای دکتر. بله؟ من اپایالی هستم. شما دختری آقای حمید؟ بله، شما دادرم رو نجات دادید. فرصت نیافتم که به شما تشکر گویم. به شما شبی خوش آقای دکتر. به شما هم. خدایا تو در کجا بودی؟ معلمه است. در شهر زندگی می کند. چرا به دهام اومده است؟ نمیدونم. نامش چیست؟ دخترم برفیدم، دختری خوشرویم. جونکم چشمانش را کشوند. من در کجایم؟ در اینجا، در نقطه طبی. قریب تو را از دست می دادیم دخترم. دکتر تو را نجات داد.
چرا مرا نجات دادید؟ چرا مرا نجات دادید دکتر؟ جانکم این خیلی نگوی. چرا نگذاشتید که من بمیرم؟ از زنی رافع شدن مردنم بهتر است. التماس میکنم دکتر مرا کشید. جانکم جگرکم برفینم جگرکم جانکم. آیا همه این برای خونبها است؟ هیچ جمع کردن نتوانستم از روی پلی لعنتی. دخترکم جانکم. التماس گیرید اگر کفایت نباشد. پسرم تو را به ما خدا فرستاد. خدا از تو راضی باشد. واه واه، حال این کودکان وزنی‌تر شده است برادران. وقتی که در ده دکتر هست چرا به او مراجعت نکنیم؟ بیماری سیرایتی است، گیاه فایده نبخشید. میبینید کو کنی بیاید نزد دکتر رویم. خیزید چرا نشسته؟ خونبها تمام شد حامد. نمیشود حامد. بگذار پدرم قرار برارم دمک. تو کاردار نشو زینب. کاردار میشوم چون که برفین رو من پروندم. قبول نکن حامد. بعد این قدر کارها پول نمیگیرم فهما؟ درست است، اکام حق است. وقتی دادمان گذشته است این پول قبول نمی شود. کمی با انصاف باش حامد. شما روید خاله زلال. خونبها رو سپرده حساب کنید. سلامت باش زینب، سلامت باش. این کاری زنان زینب. پدر شما در گذشته بسیار آدمی با وجدان، بسیار یک شخص دلسوز بودید. و شما چی شد؟ چی؟ حالا من بد شدم؟ شما عرف و عادت میگویید. حق دارم میگویید. نکاح نشده خونبها رو آورد. دیگر چی میخواهید؟ غیر از این پدر برفین رو من پروندم. مادامی که خونی او رو من ریزوندم باید خونبهای این ماها رو نمیگرفتید. شما باشید چیکار کردید؟ پدر اگر این پول رو قبول نکنید رفت خود رو به پلیس میسپارم. به اینجا خوابانید. خودتون در بیرون انتظار شوید. حیات حسن را نجات داد گفتم. آقای دکتر شخص خوب است گفتم. انا آمدند. کار خوب کردی آفرین. وضعیت کودکان بسیار بد است. حالا باز می آیند. حتی در اینجا نمی گنجند. این خیلی باشد حسن را جواب می دهیم. من به خونهشان رفته خبر می گیرم. لااقل یک جای خالی شود. باز دو کودک آوردند. در اینجا دارو نموند از دیلا. از انبار بیار. از انبار؟ در انبار هم نیست. خیلی از روی خط باید باشد. اما نیست. دارو رو به ده کی میاره دیلا؟ بله دارو رو به ده من میارم. از روی خط بین داروهای به ده آورده شده و داروهای تقسیم شده فرق است رئیس. باور کن من داروها رو به دکتر داده بودم. از کجا میدونم؟ شاید دزدیده باشد. شما از کجا میدونید؟ از دستی او میآید. دزدیده فروخته است. در اینجا با کی میفروشد؟ دکتر از کجا میدونم؟ تو چی؟ سوالهای آخرت رو هم میپرسی؟
کانی خیز جونکم. حالتشون چی خیلی است دیلو؟ دارو تمام شد. اگر دارو نباشد کودکان رو نجات دادن نمیتوانیم. از کجا دارو مییابیم؟ نمیدانم دیلو، ناچار موندیم. باید یکون راه یابیم. رئیس سپارش میدهد اما تا آمدنش کودکان رو از دست میدهیم. من در غار داروهای بسیار دیدم. در کدام غار؟ از اخدارها گریخته یک غاری رو دیدم. در درونش قطعه های پر از دارو بودند. یردارها هم بودند. آزن هم اونجا بود. بعد او رو پرانده کشتن. خدایا توبه. این چه خیلی شده؟ تروریست ها. خدا نگاه دارد. معلوم می شود که داروها رو با آنها می فروخت. ما باید به آن غار رویم، دیگر چاره نداریم. ای خدا باور کن آنجا بسیار خطرناک است. با آنجا رفتن بی عقلی می باشد. یا من حق نیستم؟ در ده بیماری سرایتی دوام دارد. آن داروها لازمند. یا با آن غار رفته داروها را میگیریم یا کودک ها میمیرند. دکتر راست میگوید. تنها با این راه ما میتوانیم کودکانمون را نجات دهیم. و خدایت در آنجا خونریزی میشود. پسری من بیمار، علاج یافته، ما باید با آن غار رویم. من نمیمونم که جنم از بیماری بمیره. دختری من هم بیمار است، باید به غار رویم. آخرین دیوانگی است، بیعقلی است. دخترم اینجایم پدر. علی رو با مکتب میبرم، گفتم یک خواستم تو را ببینم. با این مکتب چی شد پدر؟ این چی میشد دخترم؟ معلم نیست، یگان چیز نیست. همه از اینجا گریخته میروند. سالهاست که با این کاری معلمی یگان کس مشغول نمیشود. اکنون من مشغول میشم. زینب دخترم، در اینجا با کودکان ملا مشغول می شود. این کارهای هر روزه کی کودکش را با مکتب می فرستد؟ بعد امکت هم راضی نیستند. امکم؟ چرا راضی نیستند؟ من این مکتب رو می کشایم. با این مجبورم. این برای من قرض است. این چه خیلی قرض بوده است؟ پدر، در یاد دارید پس از مردن مادرم چند روز گریه کرده. با امکم جنجال و زن و زنی کرده مرا به مکتب داده. با مادرم قول داده بودید که مرا میخوانانید. خواندید، قولتان رو به جا آوردید. من هم یعنی به مادرم قول داده بودم، خواندم. حالا باشد میخوانم.
شما از او یک بیتر خواستید به قیمت جانش هم باشد علی را تولد کرد. را هیچگاه فراموش نکرده، بی‌وفایی نکرده. تو باری دویم خانه‌دار نشده. اکنون من هم باید به قولم وفا کنم. این مکتب گشوده می شود پدر، گشوده می شود. کسی نیست. کی رفتیم؟ بازدام نباشد. پنهان شدند. وقتی نمودار شدیم شاید آتش گشایند. برای نگاه کردن آمدیم. ما را حمایت کنید. خدا خیلی شیردیر بوده است. بله. مدارم نمان سینان. حاضر میرسیم. کم ماند. حرکت کنید. اون دروغ در کجا باشند؟ David! مانا در اونجاست. رفتیم. زود رفتیم.
حالت این کودکان چی خیلی از دکتر؟ داروها فایده کردن؟ خاطر نشوید، کودکان نجات مییابند. آخر من گفته بودم که دکتر حق است، رفته داروها را گیریم. در سایه شما کودکان نجات یافتند. خدا خواهد کودکان امان صحت میشوند. سلامت باش. اکنون به خونه هایتان روید و به حضور خوب کنید. بیایید رفتیم. شما هم سلامت باشید. اکنون به حضور خواب می رفتیم. میبینیم حضور را، میبینیم. اینا در اینجا چیکار میکنند؟ هیچ نمیفهمم شما در اینجایید پدر. برای بردن تو آمدم پسرم. برای بردن من آمدید؟ بله. چرا حیران شدی؟ هم مادرت هم من بسیار خواطر شدیم پسرم. آماده شو، سحر بر وقت برام میبرایم. من نمیروم پدر. چرا؟ چی شده است؟ چرا رفتن نمیخواهی؟ خوراب بسیار بولازد شده است خالای زیلو. آش شود. دختر هم گرسنه است، برای او هم خوراک آماده کردم. من میبرم، او در خونه‌اش. خودم برم دخترم. در ده بیماری سیرایت کننده پهن شده است. پسرم تو به این وظیفه دار نیستی، همچون مهمان آمدی. پدر من دکتر، این وظیفه من است. آقای دکتر مرحمت. دروید زیلال خانم. پسرم گرسنه هستی، برایت خوراک آماده کردم. زحمت کشیدید زیلال خانم، سلامت باشید. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو مخبر شوید.